کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 ایون سال 2022 خبر داد که طی روز گذشته در قلمرو ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان ضرب رعد و برق باعث هلاکت یک چوپان با 15 سرچاروایش و جراحت برداشتن یک زن دیگر شده است. بنا به اطلاع این نهاد روز 12 ایون هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه سفیدسنگ در حدود جماعت صخره‌دشت ناحیه درواز رعد و برق روی داده از ضرب آن یک چوپان 27 ساله از ناحیه بلخی ولایت ختلان به هلاکت رسیده است. بر اثر این آفت طبیعی 15 سر چاروا نیز نابود شدند. همچنین در همین روز یک زن 43 ساله را در دهه صخره‌دشت ناحیه درواز در روی حولیش رعد و برق زده است. کمیته اولتای فوق‌العاده گفت این زن را در بیمارستان ناحیه درواز بستری کردند. بنا به آمار رسمی کمیته اولتای فوق‌العاده در طول سال 2021 در قلمرو تاجیکستان 359 حادثه فوق‌العاده طبیعی روی داده است که این نظر به 213 چنین حادثه در سال 2020 64% بیشتر است. اما آمار تکان دهنده تر شماره قربانی است. سال 2021 بر اثر آفت طبیعی در تاجیکستان 42 نفر هلاک شدند که این نظر به 8 قربانی آفت طبیعی در یک سال قبل بیش از 5 مرتبه زیادتر است.